میدونی با حدوداً روزی 15 دقیقه تو کانال من بودن میتونی کلی لغت و عبارت که توی آزمونای بین‌المللی به دردت میخوره یاد بگیری. پس این آموزش رایگان رو از دست نده و تا آخر ویدیو با من همراه باش. سلام دوستان، نسرین هستم با بیش از 13 سال سابقه تدریس زبان انگلیسی. اینجا هستم تا با همدیگه بتونیم کتاب‌هایی که توی آزمون‌های بین‌المللی استفاده میشن رو رایگان با همدیگه یاد بگیریم. از هر پلتفرمی که دارید ویدیو رو نگاه میکنید ممنون میشم که ویدیو رو لایک بکنید تا به دوستان بیشتری نشون داده بشه تا بتونن به صورت رایگان این آموزش ها رو داشته باشن. توی پیج اینستاگرام هم هر روز آموزش های روزانه داریم که اگر دوست داشته باشید فالو کنید. من آدرسشون رو زیر براتون میذارم. اگر که دوست دارید این کتاب با هم دیگه پیش بریم حتما بهتون پیشنهاد میکنم پلیلیست آکسفورد ورد اسکیل رو از اول نگاه بکنید که روش استفاده از کتاب و خوندن سوالات و چگونگی جواب دادن به اونها رو توی درس‌های اول براتون توضیح دادم. خب بریم درس 4 رو با هم دیگه شروع بکنیم به عنوان Learning New Words. یادگیری کلمات جدید. How to learn words. چجوری کلمات رو یاد بگیریم. داره بهتون تکنیک‌های مختلف آموزش میده که چجوری میتونید کلماتی که یاد میگیرید رو وارد حافظه بلند مدتتون کنید و بتونید اونا رو توی صحبت کردن یا رایتینگ هایی که مینویسید استفاده بکنید. چون شما وقتی تو پروسه یادگیری زبان انگلیسی هستید خیلی وقتا براتون پیش میاد که کلمات رو این ور اون ور میشنوید یا میبینید و معنی اونا رو میدونید، ولی وقتی موقع صحبت کردن یا نوشتن خودتون میشه نمیتونید از اونها استفاده بکنید. که این خودش تکنیک‌های مختلفی داره که با همدیگه اونا رو پیش میبریم توی یادگیری این کتاب. این نکته هم بگم که اگر دوست دارید PDF کتاب‌های مختلف از جمله کتاب‌های آکسفورد رو داشته باشید میتونید از کانال تلگرام ما به صورت رایگان رو دانلود بکنید. Here are some things to help you when you are learning new words. میگه اینجا یه سری چیزا رو پیدا میکنید که بهتون کمک میکنه که کلمات جدید رو یاد بگیرید. ببینیم اولین تیپ یا اولین پیشنهادی که بهمون داده چیه؟ Repeat words out loud 2 or 3 times to practice the pronunciation. کلمات رو 2 یا 3 بار بلند تکرار کنید تا تلفظ اونا رو تمرین کنید. چون یکی از چیزایی که خیلی مهمه اینه که شما کلمات رو درست تلفظ بکنید و وقتی اونا رو بلند برای خودتون میخونید باعث میشه که راحت‌تر اونو به ذهنتون بسپارید. Item 2. Write down new words in a notebook. کلمات رو توی یه نوتبوک، توی یک دفتر بنویسید. Write down. It's important to keep a record of them because it will help you to remember them. خیلی مهمه که از اونها یادداشت داشته باشیم به خاطر اینکه باعث میشه بهتر به خاطر بسپاریم، بهتر اونا رو به یاد بیاریم و وقتی شما میخوای اونا رو ریویو کنی راحت یه نوتبوکی داری که بری ورق بزنی و کلمات رو ریویو کنی. Write the meaning in English or your own language. بیایید معنی‌ها رو به انگلیسی یا زبان خودتون بنویسید. اینکه بیایم به زبان خودمون بنویسیم یه ذره منسوخ شده. ولی اگه تازه یادگیری زبان انگلیسی رو شروع کردی میتونی از این تکنیک استفاده کنی، ولی بعداً کم کم سعی کنی که این عادت رو تغییر بدی و شروع کنی که انگلیسی معنی‌هاش رو یادداشت بکنی برای خودت. Write an example sentence with a new word. میگه بیا با اون کلمه‌ای که حالا داری یاد میگیری، با اون کلمه جدید بیا مثال بنویس. This helps you to understand how to use the new word. این بهت کمک میکنه که یاد بگیری چجوری اون کلمه جدید رو استفاده بکنی. خب ممکنه ما همیشه نتونیم خودمون اون مثال رو بنویسیم. پس توی این شرایط پیشنهاد میشه که از دیکشنری‌های مختلف استفاده بکنیم. جمله هایی که برامون درکش راحته یا میتونیم ساختارش و استراکچرش رو متوجه بشیم برای خودمون یادداشت بکنیم و اونا رو ریویو بکنیم. این باعث میشه که خودت هم در آینده راحت‌تر بتونی اگزمپل بنویسی. Think of situations where you can use this word and perhaps write them down. یکی از روش‌هایی که خیلی برای یادگیری کلمات جدید من همیشه به زبان آموزا پیشنهاد میکنم اینه که بیاید اونو پرسونالایز کنید. خودتون رو توی اون شرایط قرار بدید. همین چیزی که اینجا نوشته شده. میگه بیا به یه شرایطی فکر کن، به یه سیچویشنی فکر کن که این کلمه رو میتونی توش استفاده بکنی و با اون شخصی سازی کردنه، با اون شرایطی که خودت رو توش قرار دادی بیا جمله بنویس. با این وجود دیگه اون کلمه رو یادت نمیره چون چیزیه که مربوط به خودته.
حالا کلمات بولدی که توی قسمت چپ دیدین رو توی قسمت گلاسری اومده با دفینیشن های انگلیسی براتون توضیح داده. شما میتونید برای خودتون یه نوتبوکی درست بکنید و شروع کنید به فرمتی که اینجا کلمات رو میبینید توی نوتبوک خودتون keep a record کنید، یعنی یه یادداشت برداری داشته باشید. برای مثال help به معنی کمک کردن. حالا ما نمیخوایم بیایم جلوش فارسی بنویسیم کمک کردن، پس میتونیم از دفینیشن انگلیسی استفاده کنیم. Do something good for somebody. یه چیز خوب یا یه کار خوب رو برای یه کسی انجام بدی که باعث میشه چی؟ Make their life easier. زندگیشون راحت تر بشه. خب الان ما اومدیم keep a record کردیم، برای مثال اینو نوشتیم، معنی انگلیسی رو هم جلوش یادداشت کردیم. حالا میخوایم پرسونالایزش کنیم. به یک کسی تو زندگیت فکر کن که همیشه بهت کمک کرده. For example, I can say, my husband always helps me. من همسرم همیشه به هم کمک میکنه. من الان اومدم این کلمه رو پرسونالایزش کردم، وارد زندگی شخصیم کردم و دیگه این کلمه از یادم نمیره، چون یه شخص واقعی رو تو زندگیم مثال زدم و شرایطی که مربوط به خودم بوده. این روش ها رو میتونید برای تک تک کلماتی که از این به بعد یاد میگیرید استفاده کنید. حتما بهتون پیشنهاد میکنم که حداقل برای این درس این روش رو انجام بدید و ببینید که چقدر تو یادگیریتون تاثیرگذار هست. Out loud یعنی بلند تکرار کردن. So that other people can hear it که بقیه آدما بتونن اونو بشنون. آخرین چیزی که بلند تکرار کردی رو به ذهنت بیار و شروع کن با اون یه سنتنس توی نوتبوکت یادداشت کن. Pronunciation تلفظ. How to say a word pronounce یعنی بیای بدونی که چجوری اون کلمه رو تلفظ کنی. Pronounce verb هست، فعل. Pronunciation noun ساختار اسمی داره. Write something down یادداشت کردن چیزی، ولی نمیخوایم از این به بعد بیایم فارسی معنیاشو بنویسیم، پس میتونیم بگیم write something on paper. یه چیزی رو بیای روی کاغذ بنویسی. بچه همیشه لازم نیست که جملات بلند برای دفینیشن یا معنی لغت ها یادداشت کنید. همین که استارت بزنید بتونید در حد چند کلمه هم معنیشو داشته باشید خیلی به پیشرفتتون کمک میکنه. حالا اگه بخوایم جمله بلندتری داشته باشیم write something on paper so you can remember it که بتونی اونو به یاد بیاری. Record notes of things that have happened یعنی یادداشت از اتفاقایی که افتاده. For example, a record of money that you have spent یادداشت از پولهایی که خرج کردی. میتونی اگر بخوای به عنوان یه فریز، یه عبارت استفاده کنی بگی keep a record of something meaning معنا داشتن. The meaning of small is little. معنی small little هست که میتونیم اونا رو به عنوان هم معنی یا سینونیم هم استفاده کنیم. Use do a job with something یعنی از یه چیزی استفاده کنی. use به معنی استفاده کردن هست، یه کاری رو باش انجام بدی. I use a key to open my door. من از کلید استفاده میکنم که در رو باز کنم. Situation things that are happening at a certain time or in a certain place. Situation به معنی شرایط هست، اتفاقاتی که داره توی یه تایم خاص یا توی یه مکان خاص میفته. For example, I was in a difficult situation at work today because my computer wasn't working. میگه من تو شرایط خاصی بودم امروز چون در محل کار کامپیوترم کار نمی‌کرد. توی خیلی از درس‌های کتاب‌های آکسفورد می‌بینید که یه سری نکات رو به عنوان هایلایت شده براتون عنوان کرده به نام اسپاتلایت. بریم ببینیم اسپاتلایت این درس چی میخواد به همون یاد بده. توی این قسمت میخواد به همون بگه که کلمه thing یا things رو کجاها میتونیم استفاده بکنیم. We often use thing or things to talk about an idea or a subject. وقتی که میخوایم راجع به یه ایده یا یه چیزی صحبت کنیم میتونیم از این کلمه استفاده کنیم. It means we don't need to find the exact name for something. وقتی نمیخواید دقیقاً اسم اون چیز رو عنوان بکنی میتونی از thing یا things استفاده کنی. For example, we talked about lots of things. ما راجع به خیلی چیزا حرف زدیم. نمیخواد عنوان کنه که تاپیک بحثشون، موضوع بحثشون چی بوده. Art is the thing that interests me most. هنر چیزی که خیلی منو هیجان زده میکنه.
خب درس 4 پارت اول رو با هم دیگه تموم کردیم. این درس یک صفحه دیگه هم داره که توی ویدیوی بعدی با هم دیگه کار میکنیم. ممنون میشم اگه تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. حتما لایک رو بزنید تا من انرژی بگیرم و ویدیوهای بیشتری براتون بسازم. نظراتتون، پیشنهاداتتون هم اگر توی کامنت برام بذارید حتما اونها رو میخونم و سعی میکنم تو ویدیوهای بعدی اونا رو رعایت کنم. و همونطور که تو ویدیوهای قبلی بهتون گفتم بچه‌ها، حل کردن تمرین ها و تکرار کردن اونها خیلی به یادگیریتون و ثبت توی حافظه بلند مدتتون کمک میکنه. جواب سوالات هم که توی انسر کی آخر کتاب موجوده. مرسی که تا آخر ویدیو با من همراه بودید. حمایت یادتون نره. Thanks for watching. Peace out.